من در ایران زندگی میکنم، اما به خاطر عشق به فوتبال با پاسپورت اروپایی هم به اتفاق دخترم و خانومم روانه مسابقات شدیم. در حال حاضر میهمان یکی از فامیل‌های خانومم در امریکا هستیم. فامیل ما سلطنت طلب به تند و تیزی است و من به خاطر روابط فامیلی اگر گاهی مواردی را بیان میکنم چیزی نمیگویم و احترام میگذارم. مطابق معمول هیچکس از مردم داخل ایران چیزی نمیپرسد. با ورود به استودیوی ورزشی افراد 4 دسته بودند. طبعا 60% ایرانی بودند. مطابق معمول یک دسته سلطنت طلبان، دسته دیگر ایرانی‌هایی که شال فلسطینی پوشیده بودند و دسته دیگر افراد خارجی که اکثرا اعراب و مکزیکیایی بودند که با زبان انگلیسی صحبت می‌کردند و دسته مثل من و دختر و خانمم که فقط برای دیدن مسابقه آمده بودند. هر بار که تیم ملی گل میزد، گروه زیادی تشویق و گروه زیادی تحقیر می‌کردند. یک فرد از تیم بعد از زدن گل ناگهان به سمت مردم آمد و با اشاره دست تیراندازی کرد و ناگهان حقیق خانمم رو دیدم. دخترم قرمز شده بود و جلوی حضار خارجی سرش رو به پایین افکنده بود. از طرف یه نفر دیگر از تیم ملی بعد از زدن گل به سمت جمعیت آمد و برای آنها ادای احترام کرد و با دست بوسه فرستاد. در قیافه یکایی که آنها اضطرابی وسیع دیده میشد که قلب من را میفشرد. در بین ایرانی‌ها من جمله من تضاد دوگانه‌ای ایجاد شده بود که قلباً از گل زدن تیم مسرور می‌شدیم، اما ناگهان یک لحظه مکث می‌کردیم و روی عکس‌های کشته شدگانی که بر روی پیراهن‌ها چاپ شده بود احساساتمان را منجمد می‌کرد. من از حرکت هر دو گروه تندرو عصبانی و ناراحت بودم. نوع نگاه بیگانگان را به خودمان احساس می‌کردم. همونطوری که مستحضرید من ناراحتی قلبی دارم و دکترم اکیداً هیجان را برایم قدغن کرده. آنها به هم الفاظ زشتی رد و بدل می کردند و اعراب و مکزیکی ها هم به سلطنت طلبان ناسزا می گفتند و علامت های بد می دادند. از طرفی سلطنت طلبان هم به عرب ها و مکزیکی ها و ایرانی های طرفدار جمهوری اسلامی آویزون می شدند و اونا را آدمکش قلمداد می کردند و این میان من، خانمم و دخترم می لرزیدیم. من از حضورم بسیار پشیمان و تحقیر شدم. حال عصبی من بسیار بد شده و خانمم گفت بهتر با شما تماس بگیرم. به جز من دخترم هم دچار تعارض شدیدی شده و هر دوی آنها نگران وضعیت قلبی من هستند. چگونه بقیه مسابقات را تحمل کنیم تا سفرمان خراب نشه؟ حال هر سه ما خوب نیست. آن تیم ملی ماست. آن کشور ماست. ما همگی ایرانی هستیم. چرا باید با هم بجنگیم و اعراب و مکزیکی ها به ما توهین کنند؟ آنها از عقب دخترم را به جلو هل دادند. او با بغض گفت چرا ما به جان یکدیگر افتاده ایم؟ چرا ایرانمان اینگونه شد؟ و بغض امانش را برید و شروع به گریه کردن کرد و از پشت شیشه های عینکش مرتباً اشکهایش را پاک می کرد. آرام که شد به او آب خنکی به همراه عرق بیدمشت تعارف کردم. بعد از مدتی سکوت به او گفتم ایرانیان اکنون میان مرز هویت ملی و نگرش سیاسی دچار تعارض شدند. برخی تیم ملی را نمادی از فرهنگ، زبان و مردم ایران می‌دانند، مانند شما و خانواده شما. برخی تیم ملی را وسیله برای خودنمایی سیاسی علیه دیگران و قدرت نمایی می‌دانند. این دو گروه تعصب و تندروی را چه در داخل و چه در خارج از کشور به نمایش می‌گذارند و در آخر خارجیانی هم از این فرصت سوء استفاده های سیاسی می‌کنند. مردم در بین غرور ملی و سیاست سرگردان شدند و دچار تعارض هویتی با احساسات دوگانه گشتند. توهین به یکدیگر اغلب نمایانگر خشم، ناامیدی و تعصب گوینده است تا آن ارزش واقعی که مورد توهین قرار گرفته است.
حفظ عزت نفس، احترام متقابل و خویشتن‌داری می‌تواند سلاحی بر علیه تشدید تعارض و قطبی شدن باشد. امکان دارد که افراد در مورد یک پرچم، شعار یا نماد با هم اختلاف نظر داشته باشند، اما این نشانی بی‌ارزش بودن قداست ورزش آن کشور که سالها برای آن زحمت کشیده شده نیست. از یک سو، سوگ، خشم و خاطرات دردناک با مشاهده عکس‌های منقش بر لباس‌ها احساسات مردم را برمی‌انگیزد و از سوی دیگر نماد افتخارآمیز تیم ملی می‌تواند تنشی فزاینده به وجود آورد. کاهش آن مستلزم کنترل احساسات، احترام متقابل، حداقل دوری از افرادی که سعی در تهییج افکار و احساسات دارند و تمرکز بر انسانیت مشترک به جای دشمنسازی است. اگر شاهد بودیم که یک عضو تیم ملی به سمت مردم با اشاره دست تیراندازی کرده، مسئولیت آن عمل در درجه اول متوجه همان فرد است، اما او نماینده همه اعضای دیگر تیم ملی نیست. کما اینکه فرد دیگری عکس آن را عمل کرده است و به مردم با هر دسته سیاسی احترام گذاشته است. انسان در یک اجتماع با رفتارش قضاوت می شود و عمل مثبت و منفی آنها بر نوع شخصیت آنان در اجتماع تأثیر مستقیم دارد و هر رفتار منفی قابل تعمیم به باقی اعضای تیم ملی نیست. گاهی مردم بین فرد، نهاد و یک ملت دچار تعمیم گروهی می گردند. برای کاهش تعارض باید مسئولیت هر فرد را فردی بدانیم و آن را به همه مردم تعمیم ندهیم. از انتقام گیری و ابراز عقاید سیاسی در جایی که مظهر سلامت و ورزش جهانیان است به خاطر قداست ورزش خودداری کنیم. میان هویت ملی ورزش و اقدامات خاص فردی تمایز قائل بشیم. از ورزش به عنوان وسیله‌ای برای سوء استفاده‌های شخصی، سیاسی و فردی جلوگیری کنیم و به قوانین بین‌المللی احترام بگذاریم. و اگر یک استثناء در آنجا مشاهده کردیم، در خارج از محل ورزشی آن استثناءها را با لحنی بدون تعصب و از روی منطق و جوانب انسانی آن تذکر دهیم. ما اولین شهرنشینان دنیا هستیم. باید سنجیده عمل کنیم. شما از میزبان خود خواهش کنید تا زمانی که حضور دارید از درگیری با دسته‌های مختلف بپرهیزند تا مشکل قلبی شما حاد نشود. به ایشان بگویید بعد از آن همه فشار در ایران خانم و دخترم به استراحت نیاز دارند تا هویت ملی خودشان را ارزش گذاری نمایند. وقار ایرانیان در یک کشور بیگانه دارای اهمیت زیادی است. از ایشان بخواهید تا غرور ملی خویش را نزد خارجی ها حفظ کنند و از دعوا، برخورد، جواب دادن و خشونت در مقابل خشونت حذر کنند. ما در این میادین با هر تفکر و اندیشه‌ای نماینده ملت ایران هستیم و اختلافات را در درون کشور خود باید حل و فصل نماییم. ما نماینده ملت خود در خارج از کشور هستیم و جهانیان به رفتارهای ما به عنوان مظهر کوروش چشم دوختند. پس نباید به غرور ملی و هویت ملی خود با رفتارهای ناشایسته لطمه وارد کنیم و باید تیم ملی خود را با هر نماد و پرچمی تشویق کنیم
تا با نشان دادن هویت ملی غرور ملی خود را حفظ و از خود بیگانگی و تعارض و سرگردانی اجتناب کنیم. باید ثابت کنیم که انسان‌های متعادلی هستیم. چند روز پیش یک امریکایی اظهار می داشت شما ایرانی‌ها منحصر به فرد هستید. دنیا به رفتارهای ما چشم دوخته. بنابراین باید رفتاران از دیگران متمایز باشد و الگوی ملت‌های دیگر باشیم.